بیا که بریم به مزار ماما دلبر جو، اندر گل شاهی مردان ماما جو. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیری خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. بیا که بریم به مزار ماما جو. دلچینی برو امی دانر بیا پیلا برده، برو امی دانر واکو. دلچینی میده دست رو که بود میا آواز تک تک نکو البته تو بداو. کینه دلچینی اشتنی نیلیلا خیلیات بخیری جانجل برای خودت هم بیامده یا راستی ها و دنبال دست بده کی ها اشتنی جانجل خیریت یا راستی دنبال گفتم کی به دنباله برای خوردمه آها با امرو شیشته ای من اگر نمیبینی به می کلونی همه دیوالا همه زمین ها همه اینا چیز کشتیم اینا ما چون کنجد کشتن تخم بنگ کشتن ما چون اینا چی کشتم اینا همه رو دادن. ما ایمه که زمین جوری هم نیم ساعت دیگه بمونده که از همسایه خلاص شه بگردانه ما با باله بخشه از اون پشتی بعد کجای بادار تو رمضان برارم سو وقت مال بیاورده گفته که خود ما بیامد گفته که شما اینجا با بخشه باشین که من میرم ما چون اسبیه گفته که مایم اگه بشه امرتکه کره از کره بفهمیدین انا گفته اگر مایم بخرم که انا باز به خیر خوشی از اینجگان وقت بوسکشی میشه. یعنی همی کارا چی به درد میخوره گیلده کی همی اسب خریدن و گو خریدن 7 تا گو 10 تا گو بگیر که جمع کرده که اینا امریکایی و مچم چیه و چه کاره 4 تا 5 تا اسب بخرید اینا چی به درد میخوره کلا خراب اینجا گودریه نه غال مرغی. خب بفهمیدم که گودریه پیناک تو فقط میگی گربه پیناک تو فقط میگی مرغ مرده لیستیده این تا کارا نکنه من برار خبره کمک کنه برار از بدبختی عمل نون نداره بخوره ولی به گودری اسم مدام بالا میره به اسبداری اسم مدام بالا میره. یاره من میگم من بی عقلی من آدم بی عقل تا بابا روز 300 400 کیلو اینجا شیر میفروشه. اسب چه کار میکنه او اسب چه کار میکنه مرتکه جوونه سوار میشه میره به پل پشتو اون دیگه بزدوینی میکنه. ولی کی میایه کی رمضان کی میایه ما چون اگه کار داری خیلی کار داری گوشی گل بده یک زنگ بزنم من یاد دارم قبل زنم خودیو بده یعنی تو آدمایی که مثل تو به پیشی باشه زندگی رو از این خرابتر میکنی مغز کور بفهمونی میر تشویق میکنی که برو همین کارو بکن برو همین کارو بکن. بعد اگه شما که بخواستی ماش کنی بخواستی از این که چه کار میکنی برو بگیر تو که بخواستی از این بگیر اگه هم شماری ای باشه میته بگیر امیته به دست کو بگی کی صاحب شه تریمه هم شماریو ما اوکی نه کدوم اوکی کو بدی چرا سایه شه هفته به تریمه بعد تا باشون با می هفته وقت میده وزی بر میده وزی برامون اوکی کو زنگ گاب دی خودی چی بگم بگو بچه خاله تو آماده کار داره ما اگه با بزی زنگ بزنم خود ما گاب زنم با میگال بعد بگو یان کار وان شده کومد به پیش می بله سلام علیکم الله بچه نیلیلانی امانو شاگرد شما گیلا آره جناب یا نیلیلا بچه خالی شما میگن که چه کار فلان چی میگن بگو بیا بچه خاله تو کار داره میگم بیا بچه خالی تو کار داره میگم چی کار داره بگو به دیدن تو آماده میگم به دیدن تو آماده نه ما چون میگم البته روی میپیشی که خود میگم نمیزنی بگو بیا یک دفعه کار دارم بچه خاله بیا من اینجا با داخل گودری ما منتظر شما شیشتی هم همینجا پیش گیلا هم ترا که بیاین کار دارم خوشی زن کاکا منه خب جمع میکنم دیگه همین شما خب کارگر دارین که این پولا شیرایی که شما مردم میده جمع کنن چرا که شما برین جمع کنین بیا بله با من اینجا منتظر شما نو با نمیده نجس که کلا با بعد این دیده باشون که چی باشو خیب شد میگه چای هم هست تا گیلا که بگو به تو بیاره کی چای داریم شما در دهنم بند باشه لنگ دشل ملنی خود نبار رقیفمه میای حالا به دنبال او همینجا چل چله پیدا میشه هر جا باشه گمیم رمزون گو
حالا گفت میایم همینجا بشین. باشه ما برو نگی لیلا نگی که گیلک از اینجا شیشتی بده چیر بیتی میخونده. خب تو خودی میفهمه که تو کار نمیکنی. من میرم همینجا میشینم همین سایه. این کارگرا ساده همینا نمیفهمن. فهمیدی خصوصا این لالا. یا اصلا راکت به تگوش صدا کنه نمیشنه. اون نمیفهمه که من بیکار بدم. خوبه. هیچی نگو نمیشنه. مامان کو بیا از این اونا پیرمرد شدم. اونا به یاد نمیاد که شب چی خوردم. لیلا همینجا بشین رقف. من میرم اول کنم. خوبه. می دهنه رو بسته کنم. ها تو رو اینجا چیز شه. برای تو میخندم اگر بگی میخندم لا 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 برای تو میخندی برای تو میخندی مطرح نای 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 مطرح نای نای تتر نای 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 همین های بابا اینا که او خورده نال او از این بغل بره او تا بره بزی پشت بره این همه سیره و شینام خوب او خورد یار خوشیام خیلی اول خوبه چون دن خلیبه همین که بیا میره من داری محترم های من اینجی نگاه داری جیر آماده چی عجب شدی؟ حکموم عجبیه با میای عوض سفاره خبر میگیری چه کار خونی گاهی وقتی میایی چی هم که میشوری؟ بره دنه به چه خاله؟ چرا آخه؟ اینجا خود چرا بگی نمیگی که یک فرش مینداخت یار هستی یار وقت فرش مینداخت بیایم همین هفته رو این دیگه ما خونو بگیریم آخه بگوتون پیاله چای به تو تیار کنی یک موقع فرش بندازم اینجا بشینیم بخورین چرا شما شیشته این؟ چه کار که گیلک؟ اما همینجا پیش بگو در ابوی سرزمینه و میگه دری داره من چه کار میکنم برو برای بگو عباس بگو اثر از بالا از او پلگم چیز کنه او به خطا ده بزه برو بگو بالا گندما بزه و برو بگو همه دانار بسته کو خوبه چه حالا چی گپه قراری به چه خاله بشین من گفتم چون که فرش بیار اینجا پیاله چای و تیار کنه به شما نه چای تیار کرده نه همین چی چه کار میگینه کجا هستی ما خوبم سر کارایم به چه خاله میگم صبح میرم شما امروز بام خونه بودم بدر شدم گفتم باشه که چرخ برم پیش بچه خاله خواهم ببینم خوب کاره که خیر میگه یا که دیگه بچه خاله مهم یک چیزی برای تو بگم شاید از تو کلانتر باشم شاید خودتر باشم بله اما قدر ما به تو میگم همین بچه خاله ما چیز که هست نوروز ما نوروز برار شما برار کلان شما مسته همین دیگه تا کی همین بدبخت و سرگردان بگرده ها بمی سرمایه بمی زندگی بمی گوداری مثلا خب بمی پولداری خب که شما داریم روز 10 تا 5 تا کارگر همه روز شما بمین جی داریم آیا نمیشه که همین هم بیاری همین جی خود شما کار کنه دست به لقمه نونی دراست یک لقمه نونی به دست بیاره ها این خویاکی دیو مونده ازی از امروزی که من خور یاد میدم همین بدبختی که این بوده تا بم دست خوده نبود بچه خاله دست خوده نه یعنی تو آدم بیامدی به پیش میگی که تو برار خور بیار به گودری بیاره آیا من بیگناه گیلک ساده
اگه یک کار بکنه 10 کار دیگه خراب میکنه. باز هم میگم آدم غریبه اینجا لقمه نون از اینجا ببره. همسال از اون لالا و ماما دیگه اینا همه اینجا کار میکنم پیش ما. پول میگیرم معاش میگیرم آخه. خب باز که بچه وقتی که او به پیش ما سرطان میاره اونا به چیه؟ وقتی که 10 دفعه من لقمه تیار کرده به دهن کردم نتونسته خورده. خب یک چیزی بزو کمک کو وقتی که میفهمی خودت کار نمیکنی یا سرطان میاره نمیای اینجا کار نمیکنی یک چیزی بزو کمک کو که لااقل دستی آدمی از این مشکلات این بدبختی دیگه نجات بیافته تا کی هم دیگه میام بچه خاله شما برار شما بچه خاله ما مردم با ما میخنده. ها میخنده کو میخند مردم به خود خو بخنده چرا به برار ما میخنده؟ آره کومت غریبیه چیکار کنم من؟ آره 10 دفعه مزو کمک کردم من تو چی میگی من چیکار کنم مزو چی خدمت کنم بگو که من کارو بکنم برای کمک بگو کسی بدبختی ها خطا یا خطا یعنی بیام اینجا کار کنم. برار جو بچه خاله جو عزیزم او کار نمیکنه اینجا. خب کار نمیکنه برای یک چیز نقدی برای ما توجه بکنم خورده نمیتونه. اگه میگی نه بیا که برای من خودت تو وادیش نمیتونه خورده پولم چیزی بوده که آدم نتونه مصرف کنه به خود تو پول بده یعنی پول تیار میکنم اگه او تونست خرج کرده یا خورده هر چی میشه بگو آره بیا برای من خودتو میرم برای کجی برای بگم رمضان برای پیش گذارا بیا که برای ما تو نشون نکو میکنن خورده یا نه عباس چه کنه؟ ها عباس تو باشه دیگه به مصروف باشه خود گیلک هم بیا از کار نمیکنه شما پیاله چای خود ما خدمت شروع کنیم به کار کن سرم قربان سرت من میایم ببرت خانه باشی آتم دل زده هم سر به سرا میروم همه میگم که اوی بیاوانی منی گل به دامان منی گل به دامان منی گل به دامان منی گل به دامان منی اینا با میکنه که برای والی پلگندم دیگه ایلا ها همه دانا گفتم وسته که اشتنی عباس شکر اوله ده بالی از پا خب خوبه اشتنی جان جوره شکر یا راستی الحمدلله چیکار پایه خیرتی با سفید پوش کردی های چیکار کنم با مدام بیبی من رخت سفید خوشتی کرن باز پاته که رخت من حالا که تو ندیدم جیرا به بیبی خو کردم من گفتم شاید بیبی میبشی چون مدام همه تا خوشتش تک سفید بپوشه گیلا عباس به کارگران وش خود بگیره گود عباس بیا شیشته بدک عباس چای میخورد بیا رقی جوان یک کاری میکنی که به یک کار بیار زی اون گوده که چی میگی ها بمی بولار خوب بگو خوب بگو که گلگ میگه سرام از اینجا تا وقتی که به گودری شما نمیام باور میکنه لنگ به من نمیمونه ایتا که گاهی وقتی به تکیسی تو یک ریپ پول نیه خوب نیه درسته نیه نمیمونه نیه میگم نمیمونه انالی همی تنرق با من لنگ نمیمونه یک پول بگو یک روز انا بگو همون 3600 من بگو انا قرار که دیگی یک جلوکتگی بده یک جلوکتگی بده انا ما بخواه یک باسکله بخرم انا قرار که دیگه که زودتر به سر گودری شما بیام اما کال بچه خوبیم من اما اینجا تو هم می برار تو هم مایه می دیشته وقتی برام پول دیشته باشه دست وا باشه می دال کم روزا دست تنگ اسب میخره من نمیخره او یک کم پولم از اون مایه ما اسب مایه ده کم دیگه هم برای پول بده اسب وارد داره ها پول میده چیه کو بالا کو کله خو چیه هیچ خیال کردم دندو تو نیه بفهمید که لا ما میرو برو ما پاک کرده من دل جمع کجا میری ما برو میگی میرو میگی لا بگو جان سکو بگو جلو کردگی یک ماه بده با خود گردن ما بند باشه تا میام با گودری شما دانا بسته که بله از سوزی ها ویله خاطر گفتگو بخوره ای که خورده نمیبینی بمیتری او باخشر می او چیزه خوبه ما دل جام دگنیه خوبه آره نورالله هدف ما سر می پوله همی پول ها انانک
آره تاکیف پولا تیار کرده 2000 روپیه به سر می پول میگذارم تو زنگ زی بری و بگو بیا با گودری رمضان که با تو کاری پیدا کنم میای از اینجا تیر میشه سکو مینار میتونه خورده وردشته میتونه یا نه یک زنگ بزی از زبونی به هیچی نگی تو چوب باشان مال زنگ ها زنگ زی. حالا بچه خاله اشتن خیریت بخیرین شوک کردنده باشی کجا هستی بچه خاله با خونه ای امی تو وقتی بیا یک به دم گودری رمضان برار خو همینجا به تو کار پیدا کردم تو ما رای کنم سر کار اما من همینجا گایم ها سر کار رمضان نه دیگه کاری به تو پیدا کردم تو چی کردی به کار از من تو رای میکنم سر کار رای میکنم دیگه تو چی می حالا من منتظرتونم بیا خوبه باشه خوبه خدا حافظ چی گفت میگم من سر کار رمضان کار نمیکنم گفتم تو سر که دیگه کار رای میکنم خیره نگفتم الان اگه بچه خاله خب پولا را همینجا میگذاریم تاکیف تا پلاستیک ما و شما خورانه به پناه درخت جای قایم میکنه که ما نبینه تو فهمیدی یعنی خوب از اینجا تیر میشه خوبه بعد این پولا رو به خوب داره خوبه سکو میتونه خورده یا نه شرط ما و تا میبید که تا بخچه نمیشود آریان با وسط با وسط دیگه که باشه میبینه صحیحه خوبه بیا همین اینجا تیر کن بیا بشین از این نابینا ها از این جوا از این پولا اینا اشتا تر میشم صد که من یک وقت کور شدم من یک امتحان بکنم اشتنه یار راست میگفتی بچه خاله من نمیفهمیدم این تا با روز که همیت باشه میت بدبختی هسته لقمه تیار کردن مامان امروز نمیتونه بکنه من که به شما میگم این بچه خاله من رمضان پول داره با براک کمک نمیکنه امسال از این کار 10 تا از این کارا بیتره راست میگی بیا که بریم بره